سلام علیکم همجوران عزیز. امروز 16 مارس سال 2024 می باشد و ما یک طرز پیوندی چهارمغز رو آزمایش میکنیم. یک مرتبه کرده استودم. میره این چهارمغز کلون است. من کنده کلون. اینم کنده کلون ما بریدیم با اره بنزپیلا و بعد با کورچه با توزه کردیم. و بعد سه تا پیوند کردیم. آخرش رو نشون میدم که وقت نمیرود. ما منم خلمچش رو گرفتیم. من با قیچی من تونیمش رو بریدم. بعد از این طرف بریدم و جدا کردم. بعد با کورچه نغز هوار کردم و با کورچه نغز هوار کردم و این طرفش رو هم یک کمتر گرفتم که نوکش تیز شود. و کمی هم یک طرفش رو میگیریم. که پوست خیزد. انا کن ما تنه پوست رو کمترک میکفونیم. تنه پوست رو کفوندیم. این رو ما باید جو کنیم و جایی که پوست گرفتیم نباید خیزونیم و این طرف رو با کمترک باید خیزونیم. این رو من از اینترنت یاد گرفتم. من خیزوندیم و بعد من در همینجا این رو جوی میکنم و سالکک حالی تیز نکردیم که نوکش با مانند اسکنه در آمده رود. برعکس این طرفش بود. و بعد از بلویش میزنیم تو همین رفته شیطنشه. من رفته شیشت. بعد ما کم ترک میخ میزنیم از بلوش. من همین رو یک تاگی میخ میزنیم. ما میخی نرجاویشی گرفتیم. بینه یک جو میزنیم. از پارا میزنیم که همین جی قدم اینو. همین ما پیوند کردگی رو جی قدم. نه سخت چقید باید دیگه این طرف پایان طرف زنیم. این میخ میزدید اگر سخت میجقید است. باز از بالای پیوند ما میزنیم. از بالای پیوند کی پیوند رو نغز کک و تنه درخت جقد فکر میکنم کفایه. همین خیل اینو اش رو میخ میزنیم. پرستنویت کشه.